تماشابینان عزیز، امروز برایتان سر یک کشتار دهشتباری که در شهر قرغانتپه ولایت ختلان صادر شده است حرف خواهیم زد. کشتاری که ساکنان ولایت و هر نفری که از آن واقفند به دهشت آورده است. سر کوچه و بازارها ورد زبان مردمان وحشت زده گشته است. حوادث 3 نفر نابالغی که بیرحمانه به قتل رسیدند. قتل شاه جهان 7 ساله، لاوبری 12 ساله و نرگیزه 15 ساله. این جوانانی که شادمانی و خوشنوایی را در عمر کوتاه خود می پرستیدند، با خنده و مستی خود دنیای والدانشان را روشن‌تر و صفا بخش‌تر می کردند. هستی این 3 فرزند کوچک و مهربان والدگی روح پدر و مادر آنها بود، زیرا تولید طفل در عائله سالم شادمانی و خوشروزی والدین خواهد بود. آزار فرزند را دیدن به دل پدر و مادر مثل رسیدن تیر پیکان به نشان است، چون دلکش و شنیدنی است که فرزند میوه عمر انسان هاست. حیفا که قسمتی برگشته به این عائله اتفاق یگانه آشنایی را نپذیرفت و گویا ابر سیاه آسمان روشن عمرشان را فرا گرفت، بنیاد افسانه‌های هستیشان را برهم زد، شرخ زیستن را از نهاد پدر و مادر بیرون انداخت و به غیر صبر و تأمل برایشان چاره‌ای نمانده. خبر تلفنی که روز 16 دکبر سال روان به شعبه کارهای داخلی شهر قرغانتپه وارد شد، دریافت جسد 3 نفر فرزندان نابالغ در کوچه زرژینسکی رقم 9 شهر قرغانتپه در عائله بیگنظرها بود. اویدی شدن کشتار نابالغان عائله بیگنظرها با سپارش بواسطه وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جنرال پارکان کمیسا خواروف گروه مخصوص تأسیس شد که در حیات گروه سردار ریاست کارگاه جنایی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان پارکان کمیسا اولیپ نورلو و اوبریت و حیات شخصی ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان کارمندان پرکراتوری ولایت و شهر قرغانتپه اینچنین کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر قرغانتپه شامل بودند. در نتیجه گذراندن کارهای فوری جستجویی شهروند ساکن شهر دوشنبه از سال 2009 استقامت کننده شهر قرغانتپه سعید فردوس محمدی سال 1990 تولد شده است دستگیر کرده شد که در صادر نمودن این جنایت پول اخبار شد. 16 دکتر سال 2010 در شهر قرغانتپه جنایت رسمی صادر شد که تمام اهالی شهر را به تشویش آورد. تخمینا ساعت‌های 18 بیگاه با شعبه کارهای داخلی شهر قرغانتپه خبر درباره یافت کردن 3 نفر جسد نابالغان در کوچه زرژینسکی داخل شد. برای داخل شدن خبر فوری کارمندان فوری شعبه کارهای داخلی شهر قرغانتپه، کارمندان پرکراتور شهر قرغانتپه، از آن جمله کارمندان پرکراتور ولایت و ریاست کارهای داخلی شهر ولایت ختلان و جای حادثه آمدند. در بدن هر 3 نابالغان بیگنظرов نرگسه، بیگنظرов لاباشخان، بیگنظرов شاهجهان زخم‌های خرد معاین کرده شده است. این زمان از طرف پرکراتورا نسبت سعیدов فردوس با ماده 104 قسم 2 بندهای A, B, E 249 قسم 4 بند B کار جنایتی آغاز کرده شده است. تفتیش ادامه دارد. خون ناحق ریخته شد، خونی که بر ریختنش فردوس سعیدov حق نداشت، زیرا عالمجان بیگنظرov پدر فرزندان کشته شده فردوس را در قطار شاهجهان و لاوبر و نرگیزه پرستاری میکرد و او را و روش تجارت را میآموخت، او را فرزند خواند میگفت، بیخبر از آن که در اون دل فردوس چه نیت و آرمانهای غیر انسانی است. حتی خواهش کوچکترین فردوس که $10,000 آمریکایی بود اجرا نمود و او این مقدار پول را که گویا برای رشد تجارت بود دریغ نداشت. اگر در دستم کارد می داشتم پدرشان را هم می کشتند. بی‌پروایانه می گوید فردوس عین پرسش. نام و نسب زادگاه از کجا است؟ چند ساله هستی؟ سعید فردوس محمدیش 1929 نوامبر شهر دوشنبه در شهر قرغانتپه با چه کسان شد؟ تجارت. من حادثه‌ای که در شهر قرغانتپه رخ داد کشتار 3 نابالغ. به همین کشتار دست داری؟ دست دارم.
من سن نوبولی در شهر قرمانزون که ایشلایی بود کارا ما کردم. فردوس سعیدов که همگی 18 سال دارد در نظر جوانی قدرس و بی‌آزار می‌تابد بدون آنی که او خونی بی‌باک است که از خودسری و خودپرستی خویش افتخارمند است. متکبری است که در این یک لحظه از خون آدم دریا ساخته است گویا پیرو شیطان علیه الله می باشد. این لحظه ها شاید پدر و مادر فردوس مثل آغشته اندوه و غصه در گوشه اختیار دارند و چگونه دستان خود چنین فرزند را به وایه رسانیدند حیرت زدند. باور ندارند که جگربندی به صد ناز و محبت پروردهشان شهری را به ماتمسرا تبدیل داده است. پس بشنویم خود فردوس در این موضوع چی میگوید. سبب چی بود که با همین کشتاری 3 نفر نوبولی سبب همون که دیدم از خونشون اومدم خونه که اولی رفتن کردم که پسرش بیدم هم بعدا همین قفای پول شده پسرش کورکتی زدم. وقتی که پسرش رو با کور میزدی شاه جهانی 7 ساله رو یگان التماس خواهیش نمیکرد وقتی با کور میزدی؟ چی میگفت؟ داد زده التماس کرد نرسید و میدونست که حاضر از دست کردی تو به هلاکت میرسد؟ نه من نمیدونست. بعد چی شد؟ بعد هیچ من چیزوای کارا کردم کلا گیردم باز با بازار رفتم با سالی با هم خونه آمدم. بعدی که با کشتار شاه جهان دست زدی با مقصد پیدا شد که دیگر فرزندش رو نیست به قتل آسانی هم خیر چی خیر شدیم؟ من درش تخت کردم و که چکنم بود خریتش داده سیمان بود من درش نمی کردونم در آمدم. کی بود ویش؟ من خواهرش اپاش بود. چی نام داشت؟ لوبارخان بود. لوبارخان من در آمد دادرش دیدم من سینما دنیا کردم دوزه هر ساعت که من کدایی کارم راه بکرم خسته وای کدایی که من اینشم زدم یکم مدار بازم دینش ازم که کارم با کردن زدیم؟ کارم شکستم خورده پاکتم بولشگاه چیختم پشتگی نشم. سیومش من حدیث با مادر رفته سردم که ایشم اومده سر بود با من ایم خیلی دارد خیلی دادم توی کار در اومده اینش نه که کرده خودش آورده مانده اون کار دارم بیا کار آورده سیاه سفرانده من آورده نشم هم کردم تلفن کردنی بود که شما کورکتی زدم. بعد میخواست با مادرش زنگ زند در این مورد شما؟ من اینه کورکتی زدم. چی حس فرا گرفت شما رو وقتی که همین 3 نفر به قتل میرسوندید؟ یکم قتل در خودم بودم نه که باید که این کار کردم خودم موجه رنگ گم کردگی حس کردم. یک ترس یک گویی که همون ارواح زدگی بوده به خود مونده بودم. آغشته خون دیدن و از این حال لذت بردنش و چگونه به کشتن آدمان جرأت داشتنش را پرسان شدم. جوابی دقیق و کامل برایم داد که حتما باید مورد توجه عامه قرار داشته باشد تا دیگر فرزندان ما که با هزار امید آنها را پرورش میکنیم خطاهای کرده این جوانی را گم کرده جاهل را تکرار نکنند. وقتی که همینا را میکشتن هر یک آنها در دست جان میدادن خیر چی التماس میکردن وقتی جان رو من است؟ هیچ التماس نمیکردن وقتی زدن و داد میزدن نرست التماس نکردن تمام بود یاش با احترام میدادن مالش عبدالله شما خواهد یعنی همراه پدر اونها که از این حالت خبردار نبودن خیر؟ خبردار نشود بودن کچی دشمنی رفتن و همین جنایت است. البته من قتل 3 نفر نوپولی حاضر در این حالت چی حس میکنید فردوس؟ با من میگفتی که کردزنی از کجا گرفتی؟ بسیار فیلم های اوجز باید تماشا میکنم. یعنی در اونجا تماشا میکردی و میدونستی که با کرد آدم رو کشتن ممکن است؟ ممکن است. مثلا فیلم های دوست داشته بودن؟ دوست داشتم. یعنی از همه فیلم ها زیادتر فیلم های همین وحشانیت داشته رو هم؟ کارا من کردم هر چیز خودم با کرد کشتم و گناهکار اساسی هستم. بعد از آنی که با چند سوال جواب گرفتم اندیشه های ناآرامی خیالم را آزار میداد زیرا میخواستم از او بیشتر و بیشتر سوال نمایم و جوابهای را با عذر و ناتوانی هایش بشنوم. پریشانی و پشیمانی نابراری و خطاکاری بی اندیشه آنش را از زبان خودش شنیدن میخواستم اما این گونه نبود. در چشمانش آتشی رذالت فروزان بود. میخواست هر یک جسمی که در برابرش میدرخشد خونش را بریزد.
او را با دستانی بسته از پیش نظرم می بردند و نگاه نفرت آورش نسبت ذات آدم خسته نمی شد. به خاطر پریشان خود را با زمزمه بیت آرام می کردم: حیفیان عمر که قربان جهالت گردد، اگرش در طلب مهر فراهم نکنی. در بدن هر سه نابالغان به نظر نرگسه، به نظر نوباشخان، به نظر شاهجهان زخم‌های خرد معین کرده شده است. این زمان از طرف پروکاتورا نسبت سعیدов فردوس با ماده 104 قسم 2 بندهای А, Б, Е 249 قسم 4 بند Б کار جنایتی آغاز کرده شده است. تفتیش ادامه دارد. خون ناحق ریخته شد، خونی که بر ریختنش فردوس سعیدов حق نداشت، زیرا عالم جان بی‌نظرов پدر فرزندانی کشته شده فردوس را در قطار شاهجهان و لابر و نرگیزه پرستاری میکرد. با او راه و روش تجارت را میآموخت، او را فرزند خواند میگفت، بیخبر از آن که در اون دل فردوس چه نیت و آرمان‌های غیر انسانی است. حتی خواهش کوچکترین فردوس که $10,000 آمریکایی بود اجرا نمود و او این مقدار پول را که گویا برای رشد تجارت بود دریغ نداشت. اگر در دستم کارد می داشتم پدرشان را هم می کشتند. بی‌پروایانه میگوید فردوس عین پرسش: نام و نسب زادگاه کجا است، چند ساله هستی؟ سعید فردوس محمدیش 1990 29 نوامبر شهر دوشنبه در شهر قرغان‌تپه با چه کسان شد؟ تجارت. من حادثه‌ای که در شهر قرغان‌تپه رخ داد کشتاری سن و بالغ، به همین کشتار دست داری؟ دست دارم. این سن و بالغ در شهر قرغان‌تپه که شده‌ای بود کارم کردم. فردوس سعیدов که همگی 18 سال دارد در نظر جوانی قدرس و بی‌آزار می‌تابد، بدون آنی که او خونی بی‌باک است که از خودسری و خودپرستی خویش افتخارمند است. متکبری است که در این یک لحظه از خون آدم دریا ساخته است، گویا پیرو شیطان علیه الله می باشد. این لحظه ها شاید پدر و مادر فردوس مثل آغشته اندوه و غصه در گوشه اختیار دارند و چگونه دستان خود چنین فرزند را به وایه رسانیدند حیرت زدند. باور ندارند که جگربندی به صد ناز و محبت پروردهشان شهری را به ماتمسرا تبدیل داده است. پس بشنویم خود فردوس در این موضوع چی میگوید. سبب چی بود که به همین کشتاری 3 نفر نابالغ دست دارید؟ دیدم از خونشون یا اومدم خونه که اولی رفتن کردم که پسرش بیدم هم بعدا همین خفای کول شده پسرش کارکتی زدم. وقتی که پسرش رو با کار میزدی شاه جهانی 7 ساله رو یگان التماس خواهیش نمیکرد وقتی با کار میزدی؟ چی میگفت؟ دادزده التماس کرد نرسید و میدونید که حاضر از دست کردی تو به هلاکت میرسد؟ نه من نمیدونست. بعد چی شد؟ هیچ من چیزوای کارا کردم پولا گیردم با بازار رفتم با سالی با هم خونه آمدم. بعدی که با کشتار شاه جهان دست زدی با مقصد پیدا شد که دیگر فرزندش رو نیست به قتل آسانی همیشه چی خیلی شدیم؟ من درش تخت کردم و هیچ کنم بود کلیتش داده سیمان بود من درش نمی کردونم در آمدم. کی بود ویش؟ من خواهرش اپاش بود. چی نام داشت؟ لوبرخان بود. لوبرخان من در آمد دادرش دیدم من سیمان دنیا کنم دوزه هر ساعت که من کدایی کارم خسته وای کدایی بود که من اینشم زدم یکی مدر بزنم دونش ازم که کارم با کردن زدیم؟ کارم شکستم کار دفاع کردم بالشگاه چیختم پشتنگی نشم. سیومش حدیث با مادر رفته سردم که ایشم اومده سر بود با من اینم قیده دادم این کار در اومده اینش نه که کنده خوش آوردد مانده اون کار دارم بیا کار آورده سیاه سخرانده من آورده نشم هم کردم تلفن کردنی بود که شما کارکتی زدم. بعد میخواست با مادرش زنگ زند در این مورد شما؟ من اینه کارکتی زدم. چی حس فرا گرفت شما رو وقتی که همین 3 نفر به قتل میرسوندید؟ یکم قتل در خودم بودم نه که باید که این کار کردم خودم موجه رنگ گم کردگی حس کردم. یک ترس یک گویه که ارواح زدگی بوده به خود مونا بودم.
آغشته خون دیدن و از این حال لذت بردنش و چگونه به کشتن آدمان جرأت داشتنش را پرسان شدم. جوابی دقیق و کامل برایم داد که حتما باید مورد توجه عامه قرار داشته باشد تا دیگر فرزندان ما که با هزار امید آنها را پرورش میکنیم خطاهای کرده این جوانی را گم کرده جاهل را تکرار نکنند. وقتی که همینا را میکشتن هر یک آنها در دست جان میدادن. خیر چه التماس میکردن وقتی جان دادن است؟ جناب پاکون که می‌نویسد خواروف گروه مخصوص تأسیس شده شد که در حیات گروه سردار ریاست کارگاه جنایی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان پاکون که می‌نویسد عارف نورالله رهبریت و هیئت شخصی ریاست کارهای داخلی ولایت خرطوم کارمندان پرکراتوری ولایت و شهر قربان‌تپه اینچنین کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر قربان‌تپه شامل بودند. در نتیجه گذراندن کارهای فوری جستجویی شهروند ساکن شهر دوشنبه از سال 2009 استقامت کننده شهر قربان‌تپه سعید و فردوس محمدی سال 1992 تولد شده است دستگیر کرده شد که در صدر نمودن این جنایت پورا اخبار شد. 16 دکتر سال 2010 در حدود شهر قربان‌تپه جنایت رسمی صادر شد که تمام اهالی شهر را به تشویش آورد. تخمینا ساعت‌های 18 بیگاه به شعبه کارهای داخلی شهر قربان‌تپه خبر درباره یافت کردن سه نفر جسد نابالغان در کوچه زرزینکی داخل شد. برای داخل شدن خبر فوری کارمندان فوری شعبه کارهای داخلی شهر قربان‌تپه کارمندان پرکراتور شهر قربان‌تپه از آن جمله کارمندان پرکراتور ولایت و ریاست کارهای داخلی شهر ولایت خرطوم. تماشابینان عزیز، امروز برایتان سر یک کشتار دهشتباری که در شهر قربان‌تپه ولایت خرطوم صادر شده است حرف خواهیم زد. کشتاری که ساکنان ولایت و هر نفری که از آن واقفند به دهشت آورده است. سر کوچه و بازارها ورد زبان مردمان وحشت زده گشته است. حوادث 3 نفر نابالغی که بیرحمانه به قتل رسیدند. قتل شاه جهان 7 ساله، لاوبری 12 ساله و نرگیزه 15 ساله. این جوانانی که شادمانی و خوشنوایی را در عمر کوتاه خود می پرستیدند با خنده و مستی خود دنیای والدانشان را روشن‌تر و صفابخش‌تر می کردند. هستی این 3 فرزند کوچک و مهربان والدگی روح پدر و مادر آنها بود، زیرا تولید طفل در عائله سالم شادمانی و خوشروزی والدین خواهد بود. آزار فرزند را دیدن به دل پدر و مادر مثل رسیدن تیر پیکان به نشان است، چون دلکش و شنیدنی است که فرزند میوه عمر انسان هاست. حیفا که قسمتی برگشته به این عائله اتفاق یگانه آشنایی را نپذیرفت و گویا ابر سیاه آسمان روشن عمرشان را فرا گرفت، بنیاد افسانه‌زای هستیشان را برهم زد، شرخ زیستن را از نهاد پدر و مادر بیرون انداخت و به غیر صبر و تأمل برایشان چاره نمانده. خبر تلفنی که روز 16 دکبر سال روان به شعبه کارهای داخلی شهر قربان‌تپه وارد شد، دریافت جسد 3 نفر فرزندان نابالغ در کوچه زرژینسکی رقم 9 شهر قربان‌تپه در عائله بیگنظرها بود. اویدیک شدن کشتار نابالغان عائله بیگنظرها با سپارش به واسطه وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان